قاعده 188 رجال الغیب بشناسیم. یکی از اصطلاحات اعتقادی که او را باید انسان مسلمان بفهمه اصطلاح رجال الغیب است. اصلا در بین مردم به نام رجال الغیب شهرت داره. این رجال الغیب نیستن، این رجال الجن هستن. بعضی اوقات در خواب یا هم در بیداری جنها میاین چهره خدا بسیار زیبا برای تو جلوه میتن. پیش یک شخص میخواد گمراه بسازن. جن میاین شیطان در لباس یک آدم بسیار خوب، چهره بسیار نورانی، ریش بسیار کلان، رنگی بسیار کلان استاد میشن و برازی خدا نشان میدن. این حال بعضی مردم ها فکر میکنن که این رجال الغیب است، مردهایی هستند که از غیب آمده. این شهید است، این پیغمبر است، این فلانی پیغمبر است، این ملائکه هست، این آمد که مکتب زد. فهمیدین نفهمیدین؟ در حالی که قرآن میگه و انه کان رجال من الانس یغوثون برجال من الجن. اینا به چی پناه میبردن؟ به اشخاصی از جنها. پیش بعض خانم ها میگه با زن ببینید که میگن این سرش پریشش این زن پریزن است. این پریزن در حقیقت شیطان زن است، پریزن نیست. شیطان آمده و در لباس یک آدم خوب برازی گفته تو بخی تاویز بده، بخی مردم دم بکو، بخی مثلا پیسه بگی، بخی ایکو. این جاهل است. این میگه والا سر من مثل سر پیغمبر وحی میمد، سر من هم میمد. ملائکه آمده یا شهید آمده یا فلانی آمده. باز میخوید ببینید یک منطقه یک زن شیشتن و هزارها زن مرد دیگر در آن دروازه از شیشتن و او کفر تبلیغ کرده میره. و باز برازی نمیگه که ما کافر هستیم، میگه ما دیندار هستیم، تو رو به طرف دین دعوت میکنیم، تو رو به طرف اسلام دعوت میکنیم. متوجه هستیم؟ تو بخیزی رو بگو از طریق ازی مردم کافر میسازن. باز برش میگه خوینال تو یک کار بکن، برو یک دیگ الوا ببر به فلانی قبر، به فلانی زیارت، برو گوسفند ببر به فلانی چیز. این زن جاهل نمیفهمه تو خوب نمیشی، برو در فلانی قبر برو. پس این از طریق همین زن یا از طریق همین مرده که این رجال الجن دیده، این مردم به طرف چی میکشونه؟ به طرف شرک میکشونه، به طرف کفر میکشونه. یک نفر رفت سر از این عقیده کرد، این برش میگه برو در فلانی قبر گوسفند بر از او ذبح بکن، تو مریضی جور میشه. که مجرد ذبح کردی مشرک شد، کافر شد، از دایره دین برآمد. فهمیدی؟ یعنی این باید انسان ما و شما باید بشناسیم.